منظور اقتصاده. آها. راه اندازی یک کار که مثلا به صورت یه جای ثابت باشه. امین یه سوالی. بفهم. خانواده‌تون چند نفر است؟ 5 نفر است. 5 نفر. شما هم جواب بدید. کی بوده ما مادرمون، پدرمون، دولتمون شرایط حساس کنونی نداشته باشیم؟ کی بوده دلار برای مردم ارزون بوده؟ او به خدا دلار 1000 تومانی هم مردم غر می‌زدن، میگفتن دلار گرونه. تو الان نگاه کن، یه چیز ساده. الان به دلار 60 تومانی 70 تومانی آرزو نداشتی جنس می‌خریدی، کارتو شروع می‌کردی؟ الان هم جای همون موقعی. بابا همین جوریه، همیشه همین جوریه، دیفالت همینه. بعد توی ایران باور کنید انقدر هیچی رو هیچی مشخص نیست، از همین مشخص نبودن و ابهامه میشه پول در آورد. اگه همه چی کلیر باشه، شفاف باشه، خب مردم میرن از نمایندگی مثلا ماشین میخرن، میرن از نمایندگی فلان میخرن. اصلا همین که همه چی دارکه میشه پول در آورد. یعنی اگه تحریما برداشته بشه 70% مشاغل کامل برداشته بشه ها، 70% مشاغل نابود میشه.